کجا میرفتی اورش؟ وای علی خان نفهم. چی میخورید شما؟ ما گیاهخواری. چیزی ما دیگه گیاهخواری نذاشته دست شما در. جاراخ این چیه؟ از شما بعیده. ببر اصلا آقا از من بعیده که اینا رو آوردم. این بعید بوده آقا. عجیب ترین آقا یاسر، عجیب ترین بعیدی که تو زندگی شنیدی چی بوده؟ عجیب ترین بعیده که الان نمیتونم یادم بیاد، ولی همین چند وقت پیش کسی ازت توقعی داره؟ یعنی در کلا تو هیچی بعید نیست. نخند تو چش من نگاه کن، بگو هیچی از تو بعید نیست. دوغ گازدار گاز دوغ تو زحمت شدیم آقا. ببخشید مزاحم شدیم. اینا تشتکی نیست عمو جان. اون دوربین به چرخه دوغه میریزه، کلا کار و کاسبیه. چشم. شاروخ جان شما تو حالا مورد خاصی داشتی خیلی عجیب باشه که بهت بگه بعیده، یعنی خودت توقع نداشته باشی که بگم بعید؟ ببخشید. نه اینجا روزنامه‌ای بود عمو جان. نیست. اوه مرسی